میکنه کیه؟ سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز. امروز افتخار داریم با مسئول اداره آبیاری گلهای قالی جناب آقای دکتر آبداری گفتگو کنیم. عجب کانفیدنسی داره بی‌ناموس. تو از شربت قابل مرغون بخور، خیلی هم تلخه. آقای دکتر سلام علیکم. اگه داریم بینندگان بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. آقای دکتر کار اداره شما دقیقاً چیه؟ کار ما خیلی مهمه. اگه ملاحظه کنیم روی اکثر فرشایی که مردم ما دارن تو کشور عزیز ما استفاده میکنن، طراحان عزیز لطف کردن گل‌های متنوعی رو طراحی کردن. این گل‌ها برای این طراحی شده که به خونه مردم شادابی و تراوت ببخشه و این شادابی و تراوت نیاز به آبیاری مداوم داره. سازمان ما این کارو برای مردم انجام میده. خیلی تاثیر. شما واقعا باور دارین که گل‌های قالی رشد میکنن؟ قطعاً که اینطوره. I'm swimming and kill me. شما ملاحظه کنید اون طراح عزیزی که این گل‌های متنوع رو روی فرش‌های ایران طراحی کرده، قطعاً به شادابی و تراوت توی زندگی مردم توجه داشته و اگه این گل‌ها نیاز به آبیاری نداشتن، قطعاً اون فرد طراح این گل‌های زیبا رو روی فرش‌های ایران طراحی نمی‌کرد. بابا الان شما روش آبیاریتون چی دقیقاً؟ روش آبیاری ما اینجوریه که هر روز تعداد زیادی از پرسنل ما ساعت 6 صبح، دست ساعت 6 صبح، یعنی این افراد ساعت 5 صبح از خونه‌شون میان بیرون. چنین افراد بخشناسی داریم. فکر نکن. این افراد ساعت 6 صبح با یک پارچ آب شبیه اینو بزن آب چیز نی، اما خیلی هاته ولی چیز نی. گلتون رو بخواید. بفهم. بله میفهمم. گل من اذیت نکنید جلاش. بله همونطور که عرض کردم هر روز پرسنل ساعت 6 صبح به خونه‌های مردم مراجعه میکنن با اون ابزار و تجهیزاتی که خدمتتون عرض کردم تا گل‌های خونه این افراد آبیاری کنن و شادابی و تراوت رو به خونه مردم ببخشن. جناب دکتر اینجوری که شما میفهمید فرش مردم کپک نمیزنه؟ خیر قطعا اینطور نیست. چون اولا نه ما اونقدر آبیاری میکنیم که بخواد کپک بزنه، ثانیا برای همون مقدار کم آبی که به فرش مردم میدیم اداره‌ای تأسیس کردیم در سازمان خودمون به نام اداره ضد کپک. بعد اینکه کار ما در خونه افراد تموم شد، پرسنل ما از خونه اون شخص محترم خارج شدن، پرسنل اداره ضد کپک وارد منازل اونا میشن. و با کارهایی که پرسنل اون اداره در منازل افراد انجام میدن، فرش این عزیزان به هیچ وجه کپک نیست. بسیار خوب. پس شما تمهیدات لازم هم در نظر گرفتید. قطعاً که بودجه ادارتون چجوری تعیین میشه آقای دکتر؟ از آب‌بهایی که مردم پرداخت میکنن. اداره ما بودجه دولتی نداره، یعنی از صحن علنی مجلس بودجه ما تامین نمیشه. بودجه و هزینه‌های اداره ما از دو تا منبع تامین میشه. یک، آب‌بهایی که مردم به سازمان آب پرداخت میکنن. دو، هر فرد بر اساس تعداد فرشی که داره بخشی از هزینه‌های ما رو تامین میکنه، به عنوان کمک‌های مردمی در سازمان ما شناسایی میشه. بله که خب به عنوان آخرین سوال، بزرگترین افتخارتون تو ادارتون چیه؟ سوال خیلی زیبایی پرسیدید. سال گذشته همونطور که در جریانیم تو مسابقات ملی گل‌های قالی اداره ما آنقدر بزرگ بودن. Congratulations! Oh my God! که افرادی که در اون فستیوال و جشنواره حضور داشتن امکان این رو نداشتن که رو قالی‌های زیبای اداره ما بتونن راه برن. برای اینکه افراد بتونن برای عبور و مرورشون در اون فستیوال و جشنواره فاخر و زیبا بتونن از رو قالی‌های ما تردد کنن، داوران عزیز جشنواره مجبور شدن بخشی از غنچه‌های قالی‌های ما رو کوتاه کنن. فعلا خدا حافظ.